اگر فکر میکنید گرونترین و پرهزینه ترین سازه معماری جهان یه عمارت سوپر لاکچری یا یه برج چندین طبقه است، باید بگم سخت در اشتباهید، چون از هزینه ساخت پل‌ها اطلاع ندارید. اگر میخواید به 5 تا از گرونترین و پرخرج‌ترین پل‌های کل تاریخ بیشتر آشنا بشید، این ویدیو مال شماست. پل‌ها از چندین هزار سال پیش بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان‌ها بودند و با اهداف مختلف و روش‌های مختلفی ساخته می‌شدند. مثلا رومی‌ها از سنگ برای ساخت پل استفاده می‌کردند و چینی‌ها از بامبو. با گذشت زمان و رشد تکنولوژی، پل‌ها هم پیشرفت کردند تا حدی که امروزه صنعت پل‌سازی یکی از تخصصی‌ترین و پیچیده‌ترین شاخه‌های معماری به حساب میاد. درسته پل‌های امروزی طراحی‌های خارق‌العاده‌ای دارند و با پل‌های قدیمی اصلاً قابل مقایسه نیستن، اما هزینه ساختشون هم یه جاهایی انقدر زیاد میشه که با شنیدنش فکتون میفته. توی این ویدیو 5 تا از گرونترین و پرخرج‌ترین پل‌های جهان رو بهتون معرفی می‌کنیم. آخرین مورد طولانی‌ترین پل تاریخ به حساب میاد و ماجرای فوق‌العاده جذابی داره. اینو بهش وجه از دست ندید. اولین مورد پل اورساند با هزینه ساخت 6.4 میلیارد دلاره. فرایند ساخت این برج تو سال 1995 شروع شده و تا سال 2000 ادامه داشته. توی ماه جولای این سال این پل افتتاح شده و شهر مالمو سوئد رو به کوپنهاگ پایتخت دانمارک وصل می‌کرده. این پل دو تا بخش اصلی داره، حدود 8 کیلومتر پل که از روی آب رد میشه و حدود 4 کیلومتر که حالت تونل داره. این دو بخش با یه جزیره مصنوعی کوچیک به هم متصل شدن و اسم پورهولم رو برای این جزیره کوچیک انتخاب کردن. یکی از مهمترین ویژگی‌های این پل اینه که هم مسیر ماشین رو داره هم مسیر قطار. بخش ماشین رو 4 تا لاین مجزای خیلی بزرگ داره و یه ریل هم مخصوص قطار ساخته شده. قبل از ساخت این پل مردم با کشتی این مسیر رو طی می‌کردند که هم خطر خیلی زیادی داشت، هم مدت زمانش بیش از 1 ساعت طول می‌کشید. اما بعد از ساخت این پل مردم توی 20 تا 30 دقیقه این مسیر رو طی می‌کنن. احداث این پل نه تنها شرایط رفت آمد مردم معمولی رو آسان‌تر کرده، بلکه شرایط جابجا کردن کالای تجاری رو هم تسهیل کرده و باعث تقویت روابط فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور هم شده. طبق توضیحات نشریات خبری، طراحی و ایده پردازی این پل روی شرکت دانمارکی انجام داده، اما هزینه ساخت و ساز رو هر دو کشور در کنار هم پرداخت کردند. با اینکه این پل حدود 23 سال پیش افتتاح شده، اما با هزینه 6.4 میلیارد دلاری هنوزم یکی از گرونترین و پرهزینه ترین پل‌های کل جهان به حساب میاد. دومین مورد پل خلیج کالیفرنیا با هزینه ساخت 6.5 میلیارد دلاره. طول این پل حدود 7 کیلومتر و منطقه اوکلند رو به منطقه سان فرانسیسکو وصل میکنه. طراحی و ساخت اولیه این پل از سال 1933 شروع شده و تا سال 1936 به اتمام رسیده. هزینه ساخت این پل توی اون دوران کلاً 77 میلیون دلار بوده. حالا چرا گفتم 6.5 میلیارد؟ بعد از گذشت چندین سال متخصصین حوزه زمینشناسی تشخیص دادن که احتمال وقوع زلزله توی اون منطقه افزایش پیدا کرده و از طرفی پل به اندازه کافی امن نیست. در نهایت توی سال 2003 قسمت شرقی این پل کاملا بازسازی شد و طرح کلی پل هم تغییر کرد. هزینه این بازسازی به قدری بالا بود که برای مدت طولانی کار به تعویق افتاد تا اینکه توی سال 2013 پل خلیج کالیفرنیا با ظاهری جدید افتتاح شد. یکی از مهمترین دلایلی که هزینه ساخت این پل خیلی زیاد شد، طراحی و مهندسی فوق‌العاده دقیق برای مقاوم کردن پل در مقابل زلزله بود. مهمترین و شاید حیرت انگیزترین ویژگی این پل جدید استفاده از کابل‌های تعلیق خودلنگره بود. حالا این دقیقاً یعنی چی؟ توی پل قدیمی کابل‌های پل از ستون‌های اصلی به زمین وصل می‌شد، اما توی طرح جدید این کابل‌ها به قسمت کف پل وصل می‌شدن. درسته من خیلی توی این زمینه تخصص ندارم، اما طبق توصیات متخصصین استفاده از چنین روشی مقاومت پل رو افزایش میده و از تخریبش جلوگیری می‌کنه. به غیر از هزینه نجومی، این پل یه رکورد هم توی کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده. این پل با عرض 79 متر عریض‌ترین پل کل دنیاست. سومین مورد طولانی ترین پل کل تاریخه. تا اینجا چطور بود؟ اگه لذت بردید مورد آخر رو به هیچ وجه از دست ندید که معرکه است. پل دانیانگ کنشان کشور چین با هزینه ساخت 8.5 میلیارد دلار. همونطور که گفتم این پل با طول 165 کیلومتر رکورددار طولانی ترین پل کل دنیاست و شهر نانجینگ رو به شهر شانگهای وصل میکنه. فرایند ساخت این پل توی سال 2006 شروع شده و توی سال 2012 این پل افتتاح شده.
شاید وجود چنین پلی برای مردم چین فواید بسیار زیادی داشته باشه، اما واقعا طراحی و ساختش فوق‌العاده چالش برانگیز بوده. اولین و شاید پیچیده ترین نکته‌ای که باید در نظر گرفت اینه که این پل از مناطق مختلف کشور چین عبور کرده که جنس خاک و نوع کاربری اون زمین‌ها کاملا با هم متفاوتن. برای چنین مشکلی مهندسین چینی باید از مسائل مختلف و مناسب استفاده می‌کردن که واقعا شرایط کار رو خیلی سخت می‌کرده. مشکل دومی بوده که می‌خواستن ساخت این پل کمترین اثر رو توی زندگی مردم اون مناطق داشته باشه و به خاطر همین موضوع ارتفاع پل رو افزایش دادن تا حدی که میانگین ارتفاع این پل حدوداً 30 متر میشه. از مراحل پیچیده ساخت پل که بگذریم، یکی از مهمترین فواید این پل مسیر ریلی پکن تا شانگهای که از روی این پل رد میشه. این نکته رو هم در نظر داشته باشید که قطارهایی که از این مسیر رد میشن حالت فوق سریع دارن و سرعتشون به 350 کیلومتر بر ساعت میرسه. درسته چینی ها طولانی ترین پل دنیا رو ساختن، اما 8.5 میلیارد دلار هم براش هزینه کردن که واقعا عدد بزرگیه. چهارمین مورد پل ستوهاشی ژاپن با هزینه ساخت 15.4 میلیارد دلاره. فرایند ساخت این پل از سال 1978 شروع شده و 10 سال بعد این پل افتتاح شده. طول این پل 13 کیلومتره و استان اوکایاما رو به استان کاگاوا وصل میکنه. شگفت انگیزترین ویژگی این پل اینه که 2 طبقه است. عجیب ترش اینه که طولانی ترین پل 2 طبقه کل تاریخ هم هست. حالا این 2 طبقه یعنی چی؟ در حالت عادی ماشین ها از کف پل رد میشن. پل های 2 طبقه به غیر از این مسیر عادی یه حالت تونل مانندم زیر پل دارن که میشه 2 تا مسیر مجزا یا به قول متخصصین معماری پل 2 طبقه. ماجرای این پل وقتی قشنگتر میشه که بگم آب و هوای اون منطقه همیشه طوفانی و فوق العاده خطرناکه. مهندسین ژاپنی برای اینکه این مشکل رو حل کنن بدنه این پل رو خیلی دقیق و با جزئیات طراحی کردن و ستونهای بخش زیری پل رو خیلی عمیق‌تر از حالت عادی انتخاب کردن. درست مثل مورد قبلی، چون کشتی‌های خیلی بزرگ باید از زیر این پل رد می‌شدن، مهندسین طراح پل باید به این نکته هم فکر می‌کردن و ارتفاع پل رو تا میانگین 200 متر بالا بردن. از پروسه ساخت این پل که بگذریم، وجود چنین پلی فواید بسیار زیادی برای ژاپنی‌ها داشته. قبل از ساخت این پل مردم ژاپن این مسیر رو با کشتی می‌رفتن و حدود 1 ساعت هم زمان نیاز بود تا این مسیر رو طی بکنن. اما بعد از احداث این پل مردم کلاً توی 20 دقیقه این مسیر رو طی می‌کنن و این نکته رو هم در نظر داشته باشید که این پل هم مسیر ماشین رو داره هم ریل قطار. در مورد محبوبیت و جذابیت این پل همینقدر بگم که یه سری توریست صرفاً برای دیدن این پل به ژاپن سفر می‌کنن، ولی خب توی اون دوران 15.4 میلیارد دلار پول بسیار زیادی بوده. بالاخره رسیدیم به آخرین مورد که قولش رو داده بودم. قبلش بگید ببینم چند تا از این موارد رو میشناختید. اینو کامنت کنید برامون. پل هنگ کنگ ژوهای ماکائو کشور چین با هزینه ساخت 20 میلیارد دلار. پروسه ساخت این پل از سال 2009 شروع شده و توی سال 2019 این پل افتتاح شده. طول این پل 55 کیلومتره و هنگ کنگ رو به ژوهای و ماکائو وصل میکنه. این 2 مورد آخر که گفتم 2 تا منطقه نزدیک همن. این پل نه تنها پرهزینه ترین پل کل دنیاست، بلکه طولانی ترین پل دریایی هم هست. البته حدود 7 کیلومترش حالت تونل زیرزمینی داره و مابقیش روی آبه. یکی از شگفت انگیزترین ویژگی های این پل اینه که تو منطقه‌ای ساخته شده که خاک فوق العاده نرمی داره و جذر و مد شدید هم توش اتفاق میفته و ساخت چنین پلی توی چنین شرایط یه انقلاب بسیار بزرگ تو صنعت معماری بوده. البته مهندسین چینی برای اینکه بتونن پل رو در مقابل لرزش و تخریب مقاوم کنن، یه سری جزیره مصنوعی هم ساختن و پایه‌های اصلی پل رو توی این بخش‌ها قرار دادن. این پل هم درست مثل مورد قبلی به جاذبه گردشگری تبدیل شده. حالا چرا؟ به غیر از پل، وجود دلفین‌های سفید رنگ توی اون منطقه به نوع خودش فوق‌العاده جالب و جذابه و سالانه افراد خیلی زیادی رو از سراسر دنیا جمع می‌کنه تا بیان و این پل و البته این دلفین‌های سفید رنگ رو ببینن. با اینکه این پل یکی از مهمترین و ماندگارترین پروژه‌های معماری کل دنیاست، اما خب 20 میلیارد دلار هم پول براش هزینه کردن که این پل رو تبدیل به گرانترین و پرهزینه‌ترین پل کل تاریخ میکنه. توی این ویدیو 5 تا از گرانترین و پرهزینه‌ترین پل‌های دنیا رو بهتون معرفی کردیم. اگر می‌خواید با 5 تا از گرانترین و پرخرج‌ترین پارک‌های آبی جهان بیشتر آشنا بشید، این ویدیو مال شماست.